کلانسالی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دلبری شوموی لب کن. که روحت در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستر شیطان چرا خفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، همگان میدونن که در ماه پرفیض پربرکت، یعنی ماه اجابت دعا، ماه شریف رمضان قرار داریم. از الله متعال طلب آن را دارم که پروردگار توفیق ما را، عبادت سیر و کوشش ما را پروردگار در این ماه زیاده بگرداند. پروردگار مهربان دعا میکنم که همیشه ما را از بندگان محبوب خود بگرداند و همه مسلمان روی دنیا را در این روزهایی که این وبا و مشکلات دارند، پروردگار مهربان این وبا و این بلا را از همه مسلمان ها دور بگرداند. آمین. عزیزان دل، امروز میخوام یک آیه کریمه از خداوند متعال در قرآن عظیم شان و سمع شما برسانم. از الله طلب میکنم که الله متعال توفیق بده بهمون که تا که در تلاوت این کلام خودش، در تفسیر کلام خودش اشتباهات نکنم. و از همه یک و یک شما خواهش دارم عزیزان دل، آیت قرآن هر جایی که پند نصیحت میشنوید به یک برادر، برای یک خواهر روان میکنید، سبب هدایت اون میشید و شما هم در ثواب شریک میشید. چگونه که امروز دشمنان اسلام شب و روز کار میکنن، دعوت به کفر و بر نفاق میکنن مسلمان ها را، باید مسلمان ها را هم چی باشند؟ بیدار باشند، زیرک باشند، در هدایت همدیگر سیر کوشش کنند. الله متعال چی زیبا میفرماید در سوره منافقون، یک آیتی است، لیکن آیات های قرآن چند پهلو دارند. ما که هدایت الله در قلب محکم که هست، پی او را نمیبریم، با فهمش او نمیرسیم. الله متعال چی زیبا میفرماید، استعیذ بالله: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. صدق الله العظیم. الله متعال در این آیه که کریمه چی زیبا میفرماید، خطاب الله به سوی کسانی است که ایان کسانی که ایمان دارید، میگه لا تلهکم، شما را هلاک نکند مالهات شما را چکو نکند، هلاک نکند، ولا اولادکم، و اولادهای شما را هلاک نکند. در اولاد پدر و مادر، زن و فرزند، اکا و دادر همه داخل میشه. از چی؟ عن ذکر الله، از ذکر پروردگار. و ما یفعل ذلک، هر کسی را که مالهاش و اولاداش، پدر و مادر، زن و فرزندش از ذکر الله او را هلاکت، یعنی غافلگیر کرد، فاولئک هم الخاسرون، همون انسان از جمله کسانی است که زیان در جان خود کرده است. میخوام در بابت همین آیه کریمه که الان در پیش تفسیر نور داریم چی زیبا میفرماید، میگم مقصد از اینجا ذکر الله این عبادت است، یعنی شما را مالها تو از عبادت الله باز ندارد. علال خصوص امروزه بسیار از مسلمان های را میبینی که برای مالشون زیاد کردن نماز پس سر میکنن یا روزه را پس سر میکنن، بلکه چی میگن سین سال مو رفت، سین سال مو با پیری که رسید، بعدا چیکار میکنیم؟ عبادت الله هم میکنیم. این آیه کریمه با ما و شما یک تذکر میدهد. چی میگه ایمان با اون کسانی که ایمان دارید شما را هلاک نکنه مالها تو ای چی؟ ای عبادت الله. شاعرم چی زیبا میفرماید، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در رای طاعت بکوشم، با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. بسیاری مردم های بدن میفتن حالی 30 سال مو رفته شود، بعدا چکو میکنیم؟ عبادت الله میکنیم. لیکن با پیری نورسده الله جان اونها را گرفت. به همین خاطر انسان کار کردن در اسلام حرام نیست، لیکن وقتی عبادت ہے، وقتی کار چگونه که الله هم در سوره جمعه میفرماید، استعیذ بالله فاذا قضیت الصلاة، هر وقت که شما نماز را خوندید، فانتشروا فی الارض، بره از پای کار و برد از پای زندگی تو. لیکن این گونه که هر روز امروزه ما و شما داریم، نه عبادت است نه بندگی، فقط دنیا میگیم، از روی حلال حرام دیگه فرقیت نمیکنیم، جمع میکنیم،
عذاب دردناک را منتظر باشیم برادران. با الله در دوام آیه چی میگه؟ ولا اولادکم، شما را پدر و مادر، زن و فرزنداتو از عبادت الله ممانعت نشود. امروزه بنده های خدا هم قد ضعیف ایمان شدیم که خیال میکنیم که اگر ما کار نکنیم فرزندام و زن و فرزندام از گشنگی را میبرن. فقط خیال میکنیم رزق در دست ماست. عزیزی دلم، این رزق ازلیه، الکه الله او را نوشته کرده است. به همین خاطر به امید اون نشه که من چیکار میکنم، من حالی فرزندای خور دارم باید کار کنم بعدا عبادت الله هم میکنم، یا برای زنم یا پدر و مادرم حالی کار کنم یا شم بعدا عبادت الله هم میکنم، یا مال حرام جمع کنم ذخیره کنم بعدم عبادت الله هم میکنم. نه، بلکه این گونه نه برادر عزیز. این آیه کریمه ما شما را تذکر میدهد که شما را از عبادت الله نه مالاتو نه زن و فرزنداتو منع نکنه. اگر هر کسی شما را منع کرد، یعنی از پای دنیا دویده، فقط آخرت فراموش کرده، در همین شما از جمله انسان های هسته که زیانکار هسته. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که در هر کجا که باشه، علل خصوص در ماه رحمت و مغفرت که ماه شریف رمضان قرار داریم، عبادت الله زیاد کنه. به عمد دنیا دروزه نشه. این دنیا اثر همه میمونه. قبرستان نظر کنه، در اونجا بایها هم خوب هستن، کمبغلا هم خوب هستن، پادشاه هم خوب هسته، گدا هم خوب هسته، مردم خوب هسته، زن هم خوب هسته، یاش هم خوب هسته، جوان هم هسته، پیرانسال هم هسته، کودک هم در قبرستان هسته. همونها برای ما و شما را عبرت باشه. امروز از پای نفس شهوت دنیا چشمای من شما را کور کرده است که دیگه حقیقت نمیبینیم. به همین خاطر عزیزان دل این آیه کریمه را به سمع شما رساندم. از همه شما خواهش میکنم که با دقت این نوار را به یار و دوستان خود باز هم تقسیم کنید تا که در هدایت یک برادر یک خواهر سبب شد. الله متعال به من شما رحم کند. الله متعال همه ما و شما را در این ماه رحمت، در این ماه مغفرت هدایت کند که اصلاح شیم. آمین.